صبحانه گرم و خوشمزه تبریز، نگم از طعمش که بی‌نظیره، هم مقوی هم خوشمزه. قیساوا خرمای تبریز. هسته خرما رو در میاریم، بهش یکم آب میریزیم، یکم بپزه، بهش کره اضافه میکنیم تا کاملا سرخ بشه، بهش گردو اضافه میکنیم، بهش تخم مرغ اضافه میکنیم، هم میزنیم تا کاملا بپزه. قیساوا خرما رو زیاد در پاییز و زمستان میخورن تا بدن گرم باشه و همچنین برای سردرد و کمخونی خیلی مفیده. امتحان بکنید. Gəlməmişə sahibi qıytın yanağından gedib mamana demə.